پسرا نامردن، همه چی تقصیر پسراست. پسرا معرفت ندارن، جرزنی میکنن. میدونم از پسرا ناراحتی، میدونم بعضی وقتا بی‌معرفتی، حتی بازی هم بلد نیستیم ها، ولی جرزنی میکنیم. ولی همش هم تقصیر ما نیست. کسی ما رو ناز نکرده، صورتمون رو نبوسیده. ما بعضی وقتا جای بوسه سیلی میخوریم. سیلی میخوریم تا یادمون باشه مرد باید قوی باشه، باید محکم وایسه. هی دختر، حواست باشه مرد نمیشکنه مگه به دست دختری که روش تعصب داره. مرد نامرد نمیشه مگه به خاطر نامردی دختری که میخوادش. پس همش هم تقصیر پسرا نیست. من از این